همه بیماری ها ناشی از چیه؟ سودا که بهش میگن طبع سفلا. ما یه طبع اولیا داریم، طبع بالانشین صفراست، جاش اینجاست. یه طبع اولیا صفراست، طبع سفلا سوداست، جاش از اینجا به پایینه، پاها جاش این پایینه. سودا سرد خشکه ولی صفرا گرمه. هرگاه سودا جا به جا میشه و نفوذ میکنه به قسمت‌های دیگه، بیماری ایجاد میکنه. پیری، بیماری ناشی از افزایش سوداست. اگر ما بتونیم مغز رو گرم کنیم، صفرا رو برگردونیم، سودا رو ازش خارج کنیم، مغز گرم میشه. اولا که افکار منفی کم میشه، افکار ناامید کننده کم میشه، ترس ذهنی کم میشه، مغز گرم میشه. intermittent fasting این کار رو انجام میده، مغزتون رو گرم میکنه. ولی حداقل 3-4 هفته تو این انتظار از فردا این اتفاق نمیفته، یکم طول میکشه تا این اتفاق بیفته. ولی حس جالبیه، خیلی حس فوق العاده ایه. کیفیت خواب تغییر میکنه، سنگین میخوابین، سبک بلند میشین. من از سر تجربه دارم میگم، خیلی خیلی جالبه.